دوستان عزیز این لحظه جهت اجرای شرط سوم آزمون محفل ظریفان تقلیدکاری دسته گلرز رو روی صحنه میخوانیم در زیر کفگویی های شما. سلام. تو کی؟ تو کی هستی؟ من روی برنامه لحظه. من هم روی برنامه لحظه. با تو کی گفت؟ با تو کی گفت؟ با من اکای کارگردان. با من هم اکای کارگردان گفت. های یک جایی میگذارم برنامه رو. من روزی آواز برنامه رو میگم. تو داماش رو گفت. حالا من روزی مرحبا. گپی دیگه. سلام تماشابینان عزیز و مهمانان عالی قدر. سلام تماشابینان عزیز و مهمانان عالی قدر. ای برادر. گپای مرا گفته شده. ای گپای خدا. ای نه تو گپای مرا گفته. ای گپای خدا. شاید مرده نوشتم گپا رو. ای من سلام شما میگویم. تو برنامه لذت را گوی. ای خدا گفتی که بیا برنامه رو دوام دیه. حالش دوام بدی. اینک مسانه خولای قطبی را دعوت نمایی. ای اینطور نه اینطور مهمان امروزای برنامه ما خاله قطفی با کدوی دست پیشواز میگیریم آن را. بس که میگم خاله تماشابینا خندیدن. بس که میگم خاله تماشابینا گریختن. ای خاله بس که نویلام آمده بود مهمانه رقص کنم. خیلی خاله با برنامه ما خوش آمده. خوش آمدم با برنامه لحظه. خلای قطفی با برنامه ما با چی دست اومده اومده؟ هر هفته میبینم شما در برنامه‌تان هنرمندای شناخته را دعوت میکنین. فقط از گوشت گاو، از گوشت گوسفند، از گوشت موز بیریان. من تصمیم گرفتم که با همین کدوی دستم آمده با شما یه شیرکدوی با مزه تیار کنم که ای خوردنش سیر نکرده چلیکا در قطیش بخورید. مرحمت خلا جان شما تیار کردن که ما برنامه رو دوام میدهیم. تا تیار شدن خوراک خالای قطبی با صحنه سفر محمدی رستم و مهدیگاری رستم را دعوت منماییم. یک خرسک برای اونو. ای برادر سفر محمد رستم آگو. مرحمت. تشکر زیاد. خلای قطفی خوراک کدی چی تیار شد؟ نه مهمانه تیار کنم. آلی برنامه کنم دوام دادم که اینک با صحنه ستاره کرمتولا را دعوت منم. یک خرسک برای ستاره کرمتولا. ای بچه این سباقت نر خبر داشته ای مثلا.
چای در خبر داشته بسر تشکر زیاد تشکر زیاد خولای قطبی مهمان امروز مامی چیز اومد تیار برنامه‌تون دوام دادن میگیره اینک به صحنه زلیخا محمد شای را دعوت می‌نماییم در نقطه سوزش باری چند از درست نرخی گز بلند شیدهی در خشم مرکش تو چی پروای ما داری مادر همیدن الان چه گزی با از نش مرکش الان چه گزی با از نش مرکش الان چه گزی نسم دا آیا کجا هستم ای وزنش بسارم ارزان کنن گزم مگز نشده من خورا کشیدم ایسا کنه بمانم شدن ارزان نفسم ایسا کنه بمانم شدن ارزان نفسم شدن ارزان نفسم تشکر زیاد تشکر زیاد آوازت خولای قطفی خوراک تیار شد؟ نه شیرش پخ مهمانه کدو شده زکنم بدازم آرامداد اینک به صحنه شبنمی سرایه را دعوت می‌نماییم کارسان تشکر زیاد تشکر زیاد شبنم ای با کجا؟ بش خولای قطبی خولا ما فکرم تیار نیست اینک به صحنه نازیه کرامت الله را دعوت می‌نماییم یک قرصک باری نازیه کرامت الله همه سوداگرهای تاجیک رو هرچند که با زبان تاجیکی فهموندن که نرخ و نوای بازار رو پس گردانه نکردن من آنها رو با زبان هندی میفهمونم मेरे बंदिए सनम जाना कि मैं कलियां ना मीदाना शब गुजरा तो जग सोया मेरे कलियां ना मीदाना मेरे बंदिए सनम जाना कि मैं कलियां ना मीदाना शब गुजरा तो जग सोया मेरे कलियां ना मीदाना मेरे कमल कमल मेरे कमल कमल मेरे कमल कमल मेरे काम मेरे कमल कमल मेरे कमल कमल मेरे कमल कमल मेरे काम فهمو؟ ما فکر همو کاملی بافت کامودی بده شماده خولای قطفی من شما را نگفته بودم که شرکت خاله قطبی را بخره زنکاتان مگیره با شما در برنامه بود سفر محمدی رستم و سفر بک بکا و خاله قطبی عزتان خیر
با یک خلاصه معین آمدنی هیئت یکمون این لحظه باز یک نمره خیری کنکورسی در اجرای دسته گلریز و بعدا بهاگذاری می نماییم شرطی سوم آزمون محفل ظریفان را. این لحظه در زیر کفگیری های شما دسته گلریز را روی صحنه می خوانیم. توی باغ و بهشتم وطن پارم را برای تو نوشتم عجب تو نازنینی چیز با سرزمینی تمام کنم خزانه رو نبینی عجب تو نازنینی چیز با سرزمینی تمنا میکنم خزانه را نبینی وطن من دشمنت را همه خوار ببینم تو را تا بر فلک سزاوار ببینم وطن من دشمنت را همه خوار ببینم تو را تا بر فلک سزاوار ببینم من دشمنت را همه خوار ببینم تو را تا بر فلک سزاوار ببینم وطن من دشمنت را همه خوار ببینم تو را تا بر فلک سزاوار ببینم آسوده منم از همه آسودگی ها آسوده بیمان آسوده بیمان بدخواهی وطن الهی آسوده بیمان افسوده بیمان بهوده بیمان وطن تو سر نوشتم توی باغ و بهشتم وطن میبارم را برای تو نوشتم وطن من دشمنت را همه خوار ببینم تو را تا بر فلک سزاوار ببینم وطن من دشمنت را همه خوار ببینم تو را تا بر فلک سزاوار ببینم این لحظه با حضوری هیئت یکمون جهت اجرای شرطی سوم آزمون محفل ظریفان تقلیدکاری با دسته گلریز. 5 4 5